در تاجیکستان تا سن 18 سالگی را رفتن به مسجد من است. چرا؟ دشمنا را میدانند که سنی هست که انسان ذهنن بالغ میشه، فکرن بالغ میشه، حق و باطل تفکیک میکنه. ولی پیامبر ما میگه از سالگی تلقین ایرا به نماز بکن. تا 18 سالگی را خوگر میشه، عادت میگیره، در قلب و در سینه ازی عبادت پروردگار و عقیده حق میشه، مهر میشه، مرگ میشه. هیچ بادی فتنه ایرا از جای نمیتکانه، دور نمیبره، در اهتزاز و تذبذب ایرا نمیاره. او میگه زمانی که تا 18 سالگی را در ماحول کفری تربیه شد، اینا نماز میخوانه، نماز ای سپورت میدانه. العیاذ بالله. قرآن خواندن یک مفتوره عقب مانده میدانه. کتاب مقدس قرآن کریم العیاذ بالله قاموس کهنه تعبیر میکنه.